اینجا همونجاست که آفتاب آهسته میتابه و هر قدم یه حس کشدار و عمیقه تو مسیر باریکی که فقط برای چشم تو طراحی شده. دخترایی که انگار رویا بودن و حالا توی واقعیت راه میرن. سکوتی که نمیذاره حتی یه پلک بزنی. اگه تا آخر با من بمونی یه چیزی رو کشف میکنی که فقط اینجا هست، فقط برای تو. صبح هم رو در یکی از خاص‌ترین گوشه های رشت شروع کردم. پارک گیلانه، همون نوار باریکی که مثل روبان سبز لای آفتاب و بلوار گیلان میدرخشه. اینجا جاییه که آدم‌ها کمی متفاوت‌تر از جاهای دیگه نفس میکشن، شیک‌تر، آروم‌تر. و من درست ساعت 10 صبح قدم گذاشتم توی خلوت‌ترین رویا. از همون لحظه اول انگار پارک تصمیم گرفت سورپرایزم کنه. 2 دختر با زیبایی بی‌نقص وارد غاب شدن. قد بلند، اندامی تراش خورده، درست مثل فرشته های ویکتوریا سیکرت. اونی که سفید پوشیده بود با موهای بلوند و دم اسبی مثل نوری که میرقصه و اون یکی با موهای فر باز توی لباس مشکی مثل سایه‌ای که ناز میکنه تو آفتاب. اینجا دیگه کسی کم نبود. پارک کامل شده بود. من قدم می زدم. مردم از کنارم می گذشتن. آروم، بی صدا. انگار همه توی یه خواب بیدار راه می رفتن. پارک خلوت بود. سکوتش مثل نوازش بود. خورشید از لای برگا می تابید روی صورتم و مسیر فقط برای من باز شده بود. به انتها رسیدم. اما مگه میشه این مسیر رو فقط یه بار رفت؟ برگشتم. همون راه. اما این بار پر از لحظه های تازه. زوجهایی که آهسته قدم میزدن. دخترا، پسرا،
دوچرخه سوارایی که مثل نسیم رد می شدن. هر کسی رد می شد یه تیکه از رویا توی ویدیو می زاشت. ولی هنوز صدای من، تصویر من با توه. گاهی برای لذت بردن نیازی نیست شلوغ باشه. گاهی خلوتی، سکوت و رد پاهای آرام میتونن تو رو ببرن جایی که حتی خواب هم جرأت دیدنش رو نداره. و من فقط خواستم تو هم اونجا باشی، کنار من، تا ته این مسیر، توی این آفتاب.